راه خوبی است. بیچاره مدام زحمت میکشه. سال هاست که اشتار از مردم فدان و بابل قربانی میگیرد. اگر پدرت لابان به دادمان نرسیده بود هر دویمان را میسوزاندند. فارس به خاطر نجات جانش باید اشتار پرستی را رها کرده یکتا پرست شود. شده است راهیل، شده است. از لحظه ای که از مرگ نجات یافته یکتا پرست شده است. مسافر ما کی از راه میرسد؟ به زودی یا نبی خدا، چیزی نمانده. سال هاست در انتظار فرزندی از تو هستم. اگر خدا بخواهد به زودی این انتظار پایان می‌یابد. درود بر سردان و همراهان. درود بر یعقوب شبان. سپاسگزارم. میبینم هدیه به معبد اشتار میبرید. خدایان را باید خوشنود کرد وگرنه امسال از باران خبری نخواهد شد. فکر نمی کنید شما بیشتر از خدایان به این خرما نیازمندید؟ بعضی با اهانت به خدایان خشم آنان را برانگیختند و ما باید تاوان پس بدهیم. شما اطمینان دارید که به اراده تندیس‌های سرد و سنگی معبد اشتار باران میبارد؟ کفرگویی‌های تو باعث خشم خدایان شده و ابرهای بارانزا را از سرزمین فدان دور کرده است. دست از اهانت به خدایان بردار یعقوب. این چه ستم با خویشتن است که خداوند قادر مطلق را نهاده تندیس‌های سرد و ضعیف را میپرستید؟ چرا زمین فسرده جان خویش را با نور ایمان به خداوند یکتا گرمی نمیبخشید؟